تا حالا شده اس کنی توی ماینکرافت یکی داره نگات میکنه حتی وقتی که توی بازی تنها هستی؟ بعضیا میگن یه موجود مخفی توی بازی است که هیچکس اونو تا حالا کامل ندیدش، اما اسمشو همه شنیدن. هیروبراین. هیروبراین یه نسخه نفرین شده از شخصیت اصلیه که تو بعضی از سرورهای بازی هم دیده شده. یه NPC بدون اسم که فقط نگات میکنه، یا حتی اگه نزدیکش بری بازی کرش میکنه یا حتی اتفاقای بدتری میفته. یه تئوری دیگه هم میگه دنیای ماینکرافت یه دنیای بعد از آخر زمانه. موجوداتی مثل اندرمن در واقع بازمانده های انسان هایی هستن که توی یه بعد دیگه گیر افتادن. حالا چرا اینا به عکس ها واکنش نشون میدن؟ چرا صداشون شبیه انسانه؟ همه اینا رازهای ترسناک بازیه. بعضی از پلیرها میگن وقتی آخر شب دارن این بازی رو بازی میکنن یه سری صداها رو از اسپیکرشون میشنون که این صداها توی فایل های بازی نیست. ماینکرافت شاید فقط یه بازی پیکسلی ساده نباشه، شاید یه دنیای زنده بیشتر از چیزی که ما فکر میکنیم باشه و ما رو زیر نظر گرفته باشه. اما واقعا هیروبراین وجود داره یا فقط ساخته ذهن ماست که توی تاریکی ماینکرافت بیدار میشه؟ تو هم نظرتو بگو، تا حالا اتفاقات عجیبی توی ماینکرافت برات افتاده یا